سلام برای یوتیوب خوش اومدیم به ویدیو جذاب و دیگری دیگه. امروز اومدیم با ویدیو خیلی خفن. لیتس گو سراغ ویدیو. پس قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما چنل من ساب کنید، لایک کنید، کامنت انگلیسی فراموش نشه. لیتس گو سراغ ویدیو. در مورد کوکائین میباشد یه ویدیو، یه چیزی که بیشتر ما شنیدیم دیدیم و بحث و صحبت ها در موردش خیلی زیاده و امروز میخوایم که بدونیم تاریخچه‌اش چیه، کجاها استفاده میشه، از کجا اومده و کلا در موردش بدونیم، در مورد همه چیزش. اگه صدام گرفته است و یکم قیافم بد شده ببخشید، چون که مریضم و سرما خوردم و یه سرماخوردگی خیلی شدیده. داشتم میگفتم ویدیو امروز در مورد کوکائینه. کوکائین توی قرنهای اخیر کشف شده و یه مواد تازه است و یه مواد جدید تقریبا. مثلا وقتی که داری مقایسه میکنی با گل و اینا، گل تریاک و اینا، گل مثلا 12,000 سال قدمت داره، تریاک مثلا 10,000 سال قدمت داره و مردم باهاش آشنا شده بودن 10,000 سال 12,000 سال پیش، اما کوکائین اونقدر قدمت نداره و وقتی که تازه قاره آمریکا کشف شده بود و قاره آمریکا رو کشف کرده بودن، رفتن اونجا و دیدن مردم اونجا دارن برگ کوکا، درخت کوکا رو، گیاه کوکا رو میخورن، برگشو، و پرسجو کردن که چرا دارن برگ کوکا رو میخورن. این بوده که انرژیشون میرفته بالا وقتی که میخواستن تو معدن کار کنن، کارهای سخت، کارهای طولانی مدت، این برگا رو میخوردن و انرژیشون میرفت بالا، کم خواب میشدن. بعدش مصرف غذایشون میومد خیلی پایین، خوابشون میومد خیلی پایین، بعد ساعت کاریشون میرفت بالا، پر انرژی، خستگی ناپذیر میشدن. و طی فرایندی بعدها یکی اومد و کوکائین رو از برگ درخت کوکا خالص کرد. مثلا توی برگ درخت کوکا مقدار خیلی کمی کوکائین وجود داشت، نه مثلا اونقدر های نمی کرد و مثلا اونقدر رو جنس فاز نمی گرفتن، ولی خالص کرد اون آدم. یه دانشمند آلمانی وقتی که تحقیق کرد روی برگ کوکا و اینا، فهمید که یه مایعی توش هسته به نام کوکائین و این شما رو وارد توهم میکنه، اعتیاد داره و کم خواب میکنه و اینا. اومد اینو جدا کرد طی فرایندی، بعد آورد به اروپا. اول اونجا به داروی بی‌حسی ازش استفاده میکردن و دراگ نبود و به عنوان مواد مخدر شناخته نشده بود توی اروپا و به عنوان یه بی‌حس کننده ازش استفاده میکردن، به عنوان یه مسکن برای دردا ازش استفاده میکردن و معمولا هم توی جراحی ها و اینا ازش استفاده میکردن. کوکائین میدادن به اونی که بیماره و دیگه درد رو حس نمیکرد و بی‌حس هم میشد، یا مثلا یه درد خیلی شدید داشته باشه، مسکن کوکائین بهش میدادن. بعدها دوباره یه دانشمند دیگه اومد و تحقیق کرد و فهمید که این اعتیاد داره و چیز خوبی نیست. بعد دیگه غیر قانونی شد و دیگه به عنوان مواد مخدر شناخته شد. این یعنی میخواستم بدونید که اول کوکائین به عنوان مواد مخدر شناخته نشده بود. اول تو بیمارستان ازش استفاده میکردن و کاملا یه ماده آزاد بود. بیشتر کوکائین، همه کوکائین دنیا رو آمریکای جنوبی تولید میشه، تو آمریکای جنوبی، تو مکزیک،
اینا تو مکزیک و آرژانتین و اینا تولید میشه، بیشتر تو مکزیک، تو آمریکای جنوبیه و از اونجا به آمریکا، اروپا، آسیا، استرالیا صادر میشه. توی مکزیک، توی مدلین اینجا مثلا کوکائین $20 تا $10 قیمتشه هر گرم کوکائین، ولی میری تو آمریکا بین $50 تا $60، توی آسیا 70 تا $80، توی اروپا، ببخشید اشتباه گفتم، توی اروپا بین 60 تا $80، توی آسیا بین $80 تا $120 ولی توی استرالیا بین 180 تا $200. این تفاوت قیمتی برای اینه که تو خیلی دست به دست میشه و مافیاهای مختلفی کوکائین رو از این میگیرن به اون مافیا، از اون مافیا به اون مافیا و توی این مسیر میخوان سودشون بیشتر بشه و اگه مافیا هر چقدر بیشتر بشه و هر چقدر معامله بیشتر بشه و تو این وسط دست به دست بشه قیمت بالاتر میشه و توی این راه که قیمت بالاتر میره تازه جنس هم کیفیتش میاد پایین، چون که هر مافیا تو این کوکائین شیشه، متامفتامین، هروئین، شکر میگم، گچ و چیزهای مختلف بهش اضافه میکنن که حجمش بره بالا و سود بیشتری بگیرن. به خاطر همین شما هیچ وقت توی آسیا نمیتونید کوکائین خالص رو پیدا کنید، یا اگه بتونید پیدا کنید خیلی خیلی درصد کمیه و اگه از $100 $120 دیگه ارزون تر باشه دیگه مطمئن باشید که اون کوکائین نیسته، چون قیمت که تو آسیا تعیین شده بین 100 تا همون $120، اونم تازه خالصش نیست مثل آمریکای جنوبی. توی آمریکای جنوبی گفتم $10 تا $20، ولی از اون طرف مثلا تریاک شیره توی ایران $1، ولی تو آمریکا جنوبی 50 تا $80. کلاً به خاطر اگه از این ور دنیا بخواد به اون ور دنیا برسه مافیای زیادی داره و دست به دست میشه و خالصی میاد پایین، قیمت هم میره بالا، یه چیز طبیعیه. کوکائین، پابلو اسکوبار یه زمانی 80% 90% کوکائین آمریکا رو میفرستاد و این تامین میکرد و ثروت پابلو اسکوبار هم که دیدید و کارتر مدلین که چقدر زیاد بود. شما حالا فرض کنین کوکائین کل دنیا رو یکی تامین کنه، مثلا این صنعت خیلی 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 درآمد بالایی داره و از درآمد بالایی برخورداره. توی آمریکای شمالی و توی اروپا بیشترین موادی که توی پارتی ها و اینا استفاده میشه کوکائینه و توی تقریبا 70% 80% پارتی های اروپا و آمریکا کوکائین هسته و بیشترین موادی که توی پارتی ها استفاده میشه همین کوکائینه. این بود یه خلاصه ای از مواد مخدر کوکائین و چه از تاریخچش گفتیم، از نوع مصرف، از جاهایی که مصرف میشه، از کجا به کجا میره، چرا قیمتش بالا و همه اینا رو دیگه گفتیم. این بود ویدیوی امروز، امیدوارم به دانشتون اضافه شده باشه. Let's go تا سراغ ویدیوهای بعدی.